دستی بر ایمان. خدا گویم خدا جان ما را دادی مادر جان، همیشه در پناهت نگاه دارد خدا جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی شوم خاکی پایت مادری جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی شوم خاکی پایت مادری جان، شوم خاکی پایت مادری جان. مادر جان دیدی من، مادر تاج سر من، دنیا کشنگ و زیباست وقتی هستی بر ایمان. خدا گویم خدا جان ما را دادی مادر جان، همیشه در پناهت نگاه دارد خدا جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی شوم خاکی پایت مادری جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی شوم خاکی پایت مادری جان، شوم خاکی پایت مادری جان. السلام علیکم دوستان بیننده های عزیز تماشاگران ما. امروز جمعی تبریکات شهرنان در طرفخانه ششلی گوز برای تبریک کردن جشن زادروزی مرحبایتی آمدیم که خودی حاضر از مسافری برگشتن. امروز تبریکات را از نام دو فرزند عزیزشان که بهر دو فرزند هم پدر و هم مادر هستند، از نام امیدبانو، از نام آزاد جان، از نام خواهرشان مرجان آیتی، از نام پدر مادرشان اسمت الله بابا عبادت خاله تبریک میگویم. لحظه های پر از خرسندی رو همراه شما با هم ببینیم. با ما باشید، با شبکه شهرنان ما آغاز میکنیم. السلام علیکم پدر مادران، خوش و تبار نزدیکان. السلام علیکم اسمت الله بابا، چه شما؟ سال نو مبارک. من امروز دختر مسافر شما از مسافری برگشتن، برایشان یک قرصک میزنیم. مرحبایتی رو به نزد ما تکلیف میکنیم. مرحبایتی البته امیدبانو، آزاد جان، عبادت خاله، مرجان آیتی شما رو به نزد ما تکلیف میکنیم. مرحبا عبادت خاله، مرحبا. میرم از سفید مادرم، زنده باش نوری در گویدم. میرم از سفید مادرم، زنده باش نوری در گویدم. مادرم 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 السلام علیکم. عبادت خاله نظم شما، سالی نو میلادی مبارک. من امروز مسافر دختر، مهربان دختر، مهربان فرزندی ما از مسافری برگشتند و به نزد عائله و وطن، به نزد دو فرزند عزیز. امروز مرحبایتی زادروز مبارک، روز تولد را، مولود خجسته را، میلاد عمر را برایتان مبارک باد میگویم.
امروز شما را از نام همین دو گوهرکی چشمتان، از نام دو بایگری دنیایتان تبریک میگویم. گفتم مادری من، بهشت خاندان من، فرشته من، برای من قهرمانی زندگی من که هم پدر و هم مادر هستند. چندین سالها در مسافرت برای فراوان زندگی کردن ما مهنت میکنند. نظر ببینیم شما دوست میداریم و هر شب که در مسافری باشند یاد میکنیم. برای اینشان باشد هر دو با آغوش میگیریم و انا همون مهر و محبتی که ما چندین سالها یاد کرده بودیم انا همون مهر و محبت را میگیریم. خدا کنند صحت سلامت گردند و هیچ وقت با پایشان خال نخرد، با چشمانشان هیچ وقت اشک غم را نبینم، اشک شادی همیشه باشد. میگویند باز از دل شعر میگویم برای مادرم، از صداقت میکنم جان را فدای مادرم، مهری بمانند او را سالها پروردم، مینهم با شادمانی سر به پای مادرم. خدمتش را کردم و نوری سعادت یافتم، چون بهار آراست عمرم را رضای مادرم. پندی او را تا ابد در یاد می‌دارم، نگاه از ضمیر قلب می آید صدای مادرم. مرحبایتی ما این لحظه های خرسندی را همراهی فرزندان با راهبری خواهرتان مرجان آیتی چند روز حیاری دیدیم و علامه دخترک نازنین شاپیسر گفتن که شنکش ما در روزهای خرسندی ما در خدمت هستید. به جان من مهربان ما از مسافری برگشته ایستادند، فردا در همین طرف خانه میشینیم و سخنهای ما را برای مادرم رسانید. چون گفتم من همه روز مادرم رو بینم مگر زبانم لال است و گفتنی هایم را برایشان گفته نمیتوانم. مادری مهربان عزیز زیبای من، روز شکرانه‌تان زادروزتان مبارک. از این خیلی زادروزها باز هزار تاش را بینه. همه وقت از وقتی ما در زفرهای ما ساق و سلامت باشه. دائم خوش و خرسند گردید. من شکر زیاد میکنم برای شما مادر عزیزی من بودگیتان. من مهر شما را چقدر تعریف کنم همین قدر کم است، همین قدر سخنهایم نمیرسد. شکر میکنم، منت دارم که شما مادر عزیز و مهربانی من هستید. مادر جان حاضر برای ما در مسافری گشته اید، از عائله از دیار خود دور گشته اید. این همش برای ماهان می باشد. من میدانم از زحمت ها مهنت های مسافری آسان نمی باشد، لیکن من وعده می دهم برای شما از این هم زیادش را اجرا میکنم و همیشه شما را تاج سری طلایی میکنم. میگوید فرزندی عزیزتان امید بانو آزاد جان، زادروزتان مبارک. از نام خواهرتان مرجان آیتی شما را تبریک میگویم. گفتند هر بار که دلگیر شوم خسته شوم همه سخنم برای مادر گفته نمیشود، چون گفتم مادر الکی پیر شدن، قدم های خود را با پیری گذاشتن. ما میخواهیم فقط خرسندی را با مادر در زندگی میشود همراهی خواهرم شریک میشویم. مصلحت چی به همتای من. دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پوری آب است به دیداری گسل، صبح است که صد بهار دارد خواهر. از این مرجانایتی شما را تبریک میگویم. البته عبادت خاله از نام امید بانو آزاد جان هزار رحمت، برای که مادر در مسافری بودگی وقت شما البته اسمت الله بابا هم پدر و هم مادر شدن مهر و محبت زیاد را برای آنها تقدیم کردید. برای حسیتان شکرانه ها میگویم و انا همین دستگل های زیبا را هم برای مرحبا آیتی هم برای عبادت خاله تقدیم میکنم. زادروز
به استادیون شما نزدیکتر. آزاد جان، یاد مادرامون نزدیکتر میستیم. ما کارت داریم یک جای مرحبایتی جشن 120 سالگی را جشن گرفتن نصیب کند. اسمت الله با همه ما یک جای شیرینی را میبریم. زاد روز مبارک باشد. مرحمت یک جای شیرینی را میبریم. Мархабат, як же ми приїхали? Когда же вас його нашла? Собираются все друзья. Сватали водори, і вода твоя своя. Тем моложе сердце Мубарак баша. успеха, радости, везения, любых желаний, исполнения и миллион ночей дней. Днем рождения, любви до головокружения, чумового настроения и самых преданных друзей. Телеграммы летят в окно, пусть порой не всегда везло. Не печалься и не жалей, будет много светлых дней. Со свечами большой пирог и шампанское в потолок. Сколько будет земля кружить, столько будем жить. Днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний, исполнения и миллион ночей дней. Днем рождения, любви до головокружения, чумового настроения. Мубарак баша. Зад روز مبارک. Днем рождения! اسمت الله بابا، امروز روز خورسندی است، روز شکرانه فرزند است. تشکر تبریک میکنیم. مرحبا. همه کدوم شوی اما جا اولگی اهل اویلی من همه کدوم باید مرتب شوی تو بگو لکزم زادروز مبارک شد چی اوزا و سوی نکت بشد اوزا و سوی نکت بردست مرا قد شد چون این گروش بابا با توی تماشا عروس توی کلون توی همش خود کردنی باباش خدا خواه آمید نشد تو گده این دو روزه دیدم اما دیدمون چیزی آمده باشد آسمانمون صفا باشد حوله هر اکتمون چیزی باشد زیاد سلامتی باشد زندگی همونش از دست میشه باید مبارک مبارک شد خیلی دست کامل آموزه فایده نبید شیراز زمستانی کم باشد یه روش مامانت سوتی دیگر انکت هست همه اکتون با رحمت کلام
السلام علیکم همه کدوم خوش اومده نوری دیدم فرزند توجه که سرم فرزنده که من بوده من آمده اینجا ششته از باید ساعت دادرو بچه کتا بیا تایی کنات کنی قرش از طرف خدا فقط روزی نازه میگیری بعد اثری من هم باشه تو روز میمونم یواش نفشم باشم شما دو آگوی شده میگردید و در سر انا همین ها تاج سر طلایی میشوید. مرجانایتی مرحبا. Assalomu alaykum hamma yoqda. Xush omadinglar va dargo'y oyisi ham, akuncha dargo'y oyisi ham. Oyisijonim, sotimni boshi bosh. Hech vaqt sarakat qilmasa, hech ham ro'zigan bo'lmadi. Ular ro'zigan domon ham qilishar. Xudoman hattagi baxtaka ular farzandlik qilmon binat oyisi. Diqqatingizni hamisha farzandim bo'ladi. Hamisha xudoman qashirib, ular farzandimon qilishar. Hamma niyatli naz baraydir. Ular saraki xudam bor, saraki bitta bachcha bor, dadam, onam bor. Hamma vaqt salomat bo'sh, sarakat asan shart, ichchi bo'shi, panohi xudo bo'sh. Rahmat. Xolaho. السلام علیکم مهمونکای عزیز هم نخشی تبارکو خوش اومده هم یکاتون محربا ایلا این 120 درو عمری خدا دادایی که یشه کن دو تا فرزندک تا تگه خانت کنو 120 درو کلوندار شو دومودار شو حضورکای هوایی بین اسمت با که اپی من خوش پیر شوند و پیرای بد اولاد شوند بکار نگفتیم ای دوستان جانی با ما بودن غنیمت این گپ بکار شده گذشتگی نیست تو بودی بچه یکم من ما همینجا اومده با دیدار یکدیگر یکم دیدهش ریشته با همتری دیدار بینی ها یک گله شود گیجایی میری شایشکی کار تطلیم گیجایی باشی ساخ باش نبودگی های هم بیان با دیماغامون با چاق رحمتی کلون هم یکاتون با السلام علیکم مهمانای عزیز شما من امروز روزی نه من دختر شما دیر از این شما بسیار همه خیلی بشی برای چخیر باشون برای و این روزی نه معربا رو تبریک مبارک با بکنم در آینده روزای نیک نصیب روزی کنند پیشتر روزی لالات بچه هاشون بیم حکم کتی هنگام سر بدرم میگویم فقط روزای نیک بیم شما بکنم باید بکنم شما من یه مبارک باید افتم معربا جون دیگه هزار رحمت. تشکر. مرحبایتی. من چند سالها در مسافری بوده. میخواستم که در قلبتان هست تشکرها با افتخار مادر و افتخار پدر که فرزندان را همچون گوهر چشم نگاه کردند و برای فرزندان نیز سخنها هست. مرحبا. السلام علیکم هم یکاتون خوش اومده نوری دیده تاجی سر گفت یاد که دختر تا شما میتیم بچه تا زن میتیم بچه میتیم میکنید یا بودی ضرور رحمت. سلامت باشد. البته عبادت خدا با آن آرزوها رسید و تگی چمینید که نبیره که اینها در آمدن برای شما نصیب کند و باشد نوبت را به سرودها می‌دهیم. یک جای خدا و امه ها از صحنه نرفته میرقصیم خرسندی میکنیم و امروز بعضا رو باید درجه علامه گذارنیم. مرحمت. سرودها برای شما یاد.
یکی دانم دوای چشمم تو شده درد و دوای چشمم جا که بینم رهای اشکم تو حود سرد و گرمای جان ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی تو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی تو یار بیا نالتونم نمیشه همدم بودم همیشه دردی دل آزاره دوان دوان بپیشه نالتونم نمیشه همدم بودم همیشه چکی چکی بالا ندیم شتر شتر نمیشه ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی تو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی تو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی تو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا تاجیکینه دانه کنه دختر گزنه تاجیکینه دانه کنه دختر گزنه من تاجیکچه نمیدانم بشینم منو لیکن کم کم من تاجیکچه نمیدانم گرم منو لیکن کم کم یار من نگاهه خوش روی دیگر پر میشم عشق تو با جان و جگر آفرین کسم نایالا بچه بچه ماشالله خاتون کردی تو نیک بلا تاجیکینه دانه کنه دختر گزنه تاجیکینه دانه کنه دختر گزنه من تاجیکچه نمیدانم بشینم منو لیکن کم کم من تاجیکچه نمیدانم گرم منو لیکن کم کم درد دلم بودی جانی بودم بودی بیگانگی نبودی دلم به تو بودی عاشق دلم بودی شاید از خودم بودی از جوان نمی‌رود دلم به تو بودی تاجیکینه دانه کنه دختر گزنه تاجیکینه دانه کنه دختر گزنه من تاجیکچه نمیدانم بشینم منو لیکن کم کم من تاجیکچه نمیدانم گرم منو لیکن کم کم تاجیکینه دانه کنه دختر گزنه برسه نیومدی بی تو شب من تاریکه با من باشه عشقم دنیا رومانتیکه به یاد تو هر شب آسومی ندیسم جای تو قلبم خالی عزیزم شکر من مسئله من شب و بیا مسئله من دنیای من
تو شب من تاریکی با من باشی عشقم دنیا رومانتیکه به یاد تو هر شب آسودی ندیسم جای تو داری عزیزم شب من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشم شبهای من جگر من
بیننده‌های عزیز، مرحباییتی را در جشن زادروز سالگرد عمرشان تبریک کردیم. لحظه‌های خرسندی فراغتی را همراه شما با هم دیدیم. با ما باشید و خود را احتیاط کنید. همیشه در پناه خداوند باشید.